درود به شما بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خودتون. خیلی خوشحال هستیم که در این دوره با من و برادر عزیزم همراه هستید. دوره‌های مخصوص شاگردسازی هست و برای شما عزیزانی که دوست دارید که این خدمت رو دنبال بکنید، شاگردان بسازید یا خودتون شاگرد هستید و دارید در مسیح عیسی رشد میکنید، مرسی که با ما همراه هستید. من خوشحال هستم که در کنار برادر عزیزم کشیش فریدون دوست داشتنی هستم امروز. درود به شما. مرسی ناتان عزیز برای این همه محبت و مرسی که عزیزی. باز دعوت کردید که با شما باشیم خدمت عزیزانمون در هر جا که هستند. و دعای من برای شما و امید من برای شما این استش که هر جا که هستید قوت و شادی و تسلی خدا زندگیتون رو فرا گرفته باشه و شما هم حقیقتاً این مسئله این که لازم از زندگیتون نه فقط خودتون شاگرد باشید بلکه شاگرد هم به وجود بیارید یک مسئله اصلی و حیاتی باشه. در هر حال هر جا که هستید براتون وقت خوبی رو آرزو میکنم. آمین. خدا رو شکر. مرسی برادران، خدا برکتتون بده. دوستان همینطور که با ما همراه هستید و میدونید داریم دوره‌های شاگردسازی رو با هم دیگه با برادر عزیزم ادامه میدیم و هفته قبل در رابطه با الگویی که عیسی مسیح به ما میده برای شاگردسازی صحبت کردیم و 2 مورد رو مورد بررسی قرار دادیم و امروز 2 مورد دیگر رو بررسی خواهیم کرد و اون 2 مورد این بود که مورد اول عیسی مسیح در رابطه شاگردسازی که با شاگردانش داشت ایجاد رابطه میکرد، ایجاد صمیمیت میکرد و در موردش مفصل صحبت کردیم و چقدر مهمه که ما در این رابطه و مشارکت باشیم. و دومین مورد این بود که شاگردسازی هدفمند رو به ما نشون داد، شاگردسازی که هدف داره و هدف اون چیزی نیست جز رشد اون شاگرد و اینکه ما کمک بکنیم که شاگردان اراده پدر رو انجام بدن. و امروز برادر عزیزم میخوام در مورد 2 مورد بعد صحبت بکنیم و مورد بعدی موردیه که واقعا عیسی مسیح به ما زیبا نشون داد که چطور بعد. مورد بعدی در واقع مسئله‌ایه که خیلی ها در اون زمینه مخصوصا در برنامه‌های زنده‌ای که داریم هی زنگ میزنم و میپرسم. مسلمه که هر دینی، هر آیینی برای خودش یک سری رسم و رسوماتی داره و مردم اغلب زنگ میزنن و چیزی که میخوام بپرسن اینه آیا در دین شما نماز هست؟ آیا در دین شما روزه است یا به چه شکله؟ و در کل میخوام ببینن که آیین عبادت ما چی هست. مسیح جالبه که اون نکته سومی که در مدلش داریم که این فقط مدل نیست بلکه مسیح داشت از زندگی خودش نمونه میذاشت، در واقع دعا بود. ما اغلب در همین انجیل لوقا میبینیم که مسیح دائم انجیل میگه که از مردم کنارگیری میکرد و میرفت در مثلا خلوت دعا میکرد، یا در فصل 6 یا در همون فصل باز فصل 6 داره مطرح میکنه که مسیح تمام شب رو تا صبح به دعا مشغول بود. و اتفاقا یه عده سر این قضیه به ما ایراد میگیرن، میگن آقا شما میگید که عیسی مسیح خداست، پس این به چه شکله که مسیح پس کی رو داشت پرستش میکرد؟ و فکر میکنن که دعا در واقع یعنی که تو به بزرگتر از خودت دائم بدی زیر بغلش بگی که چی میگن سرت مثل شیره، تو گنده ای، تو فلانی، تو بهمانی. دعا در مسیحیت اگر یادتون باشه در اون جلسات اول مطرح کردم که مسیحیت یعنی رابطه 2 طرفه با خدا از طریق مسیح. یعنی ما وقتی که از وضعیت گناه آزاد میشیم به خاطر کاری که مسیح کرد و نجات پیدا میکنیم از این وضعیت گناه و در وضعیتی قرار میگیریم که وضعیت نجاته، یعنی روح خدا در ما ساکنه، ما تولدی تازه داریم و در این تولد تازه بین ما و خدا رابطه 2 طرفه برقراره و در این رابطه 2 طرفه عاشق و معشوقی هست و هر آنچه که در این رابطه 2 طرفه انجام میگیره عبادت فرد مسیحیه که گفتار بخش کوچکی تازه از اونه. شما میتونی زمانی که ظرف میشوری در دعا باشی، میتونی زمانی که داری رانندگی میکنی در دعا باشی. برای من بهترین زمان پرستش من زمانی که ظرف میشورم، برای اینکه تا مردم میام من دارم زود جیم میشم، برای اینکه نمیخوام کمک کنن، بنابراین تنها باقی میمونم که از این مزاحم نمیشه. برای همینم عیسی مسیح میبینیم که نیازی نداشت که بری کسی رو بپرسته،
نه، عیسی مسیح در رابطه دو طرفه با خدا بود و این رابطه دو طرفه بهش قوت میداد، مخصوصا که الان جسم شده بود، به میان انسان ها اومده بود، چقدر این رابطه میتونست بهش قوت بده. بنابراین زمانی که ما از طریق مسیح با خدا در رابطه دو طرفه قرار میگیریم، روح خدا در ما ساکنه، دیگه اونجا دیگه مسئله انجام مراسم مذهبی نیست، مسئله در واقع داشتن رابطه دو طرفه است با خدا. اونایی که عاشق معشوقن حرف منو خوب میفهمن که دارم چی میگم. شما اگر دو نفر که با هم عاشق هستن، شما دهنشو بگیری، با چشاشون دارن با هم حرف میزنن، به هم دیگه چششون رو بگیری با دهنشون با گوشش، یعنی تمام وجود اینها داره به همدیگه پر میکشه. اگر همدیگر رو 2 ساعت نبینن دلشون برای همدیگه تنگ میشه و در واقع دعایی که داریم مطرح میکنیم آن رابطه دو طرفه ای هستش که با خدا باید وجود داشته باشه. بنابراین مسیح کاری رو که در واقع میکرد این بود که به این شاگردانی که میخواست به اصطلاح شاگرد سازی کنه، به اونها نشون میداد که دعا چقدر مهم هست در این زندگی مسیح. و وقتی که مطرح میکرد دعا، منظور آن عبادتی نبود که دائم بخواد خدا رو گنده کنه، بلکه در حضور خدا بودن، در آغوش خدا بودن، میخواست اینو مطرح کنه. بنابراین اگر ما میخوایم که در شاگردسازی رابطه برقرار کنیم و میخوایم که در این رابطه ما هدفمند باشیم، قاعدتا لازم هستش که در این هدفمندی مطمئن بشیم که اونی رو که داریم شاگردش میکنیم با خدا در یک چنین رابطه‌ای هست. باید مطمئن بشیم و باید از خودمون نمونه بذاریم که بدونه که به چه شکل باید با خدا در رابطه دو طرف باشه. ما وقتی که به تعالیم مسیح در رابطه با همین دعا و اینکه چطور در حضور خدا باشیم نگاه میکنیم، میگه شما به این طور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عنصری که مطرح میکنه عنصر رابطه است. نمیگه بگید ای خدایی که تو بالاها هستیم، میگه پدر یه واژه رابطه‌ای، یک دنیا خاطرات تو زندگی آدم مطرح میکنه. برای همین هم هستش که در خادم سازی مخصوصا، در شاگرد سازی مخصوصا، باید مطمئن بشیم که این فردی که دارم شاگردش میکنم با خدا در رابطه دو طرفه واقعی قرار داره یا نه. مسیح نه فقط این رو تاکید میکرد، اتفاقاً منشی که در این زمینه داشت خیلی خیلی نمونه بود. در زمانهایی که بدن نمیکشید مسیح میرفت برای دعا کردن. در زمانهایی که باید میخوابید مسیح میرفت برای دعا کردن، برای اینکه میخواست اولویت ها رو هم نشون بده. و زمانی که اومد از شاگردان خواست باش دعا بکنن و باش بیدار بمونن، کی بود؟ در اون عذاب و اضطرابی که فرداش، یعنی شب در باغ جتسیمانی، فردا قراره در روی صلیب بار گناهان رو به دوش بکشه و اتفاقی براش بیفته که هرگز در طول زندگی ابدیش نداشته، یعنی اینکه از خدا قطع بشه: الهی چرا مرا ترک کردی؟ میخا و درد میخا نبود که مسیح رو عرق سرد بر پیشونش گذاشته بود، بلکه جداییه از خدا که اصلا تجربهش نکرده بود تا اون موقع و چقدر براش سخت بود. و اونجا میاد میگه با من دعا کنید تا در امتحان نیفتید. خب افتادن دیگه، برای گرفتن خوابیدن. همون پتروس گرفت خوابید، همون شب عیسی مسیح رو انکار کرد، یا بقیه هم گذاشتن در رفتن. اینه که زمانی که باید بیدار میبونن و این درس برای ما، زمانهایی که باید بیدار بمونیم میگیریم میخوابیم، و اون وقتی که امتحان میاد با کوچکترین امتحان که حرف یه زن کنیزه میریم پایین. اینه که دعا مسیح به عنوان اون مدل سوم، یعنی عنصر سوم از مدلی که داره، خیلی مهمه و قشنگ مدل گذاشته و لازم هست. اونایی رو که ما شاگرد سازی میکنیم نه فقط باشون در رابطه
دو طرفه باشیم، نه فقط باید هدفمند بخوایم اونا رو شاگردسازی کنیم، بلکه باید مطمئن بشیم که از طریق عیسی مسیح و سکونت روح القدس در وجودشون در رابطه درست دو طرفه‌ای با خدا قرار داره. این اون چیزیه که مسیح از خودش مدل گذاشت. دقیقاً چقدر زیبا گفتین و وقتی که اینطور با این دید بهش نگاه می‌کنیم که عیسی مسیح این کار رو کرد تا برای من شاگرد امروز این الگو رو بذاره که اگر میخوام واقعا در زندگی موفق باشم، اگر میخوام از استرس ها به دور باشم، از مشکلات زندگی به دور باشم و واقعا نه مشکل نباشه، چون همیشه مشکل هست، از مشکلات بتونم پیروزمندانه بیرون بیام، رمزش در یه چیزه، رابطه با پدر. دقیقاً این تنها منبعی که میتونه به ما قدرت بده، مخصوصا زمانهایی که در ناراحتی و مشکلات هستیم و دشمن ما شیطان کلک خوبی داره. زمانهایی که ما در مشکلات هستیم، در ناراحتی هستیم، اولین کاری که میکنه این هستش که به ما بقبولونه که دیگه پدر به فکر ما نیست، ما نمیدونم دیگه دور افتادیم، خدا ما رو ترک کرده، که اون منبع قوتی که میتونیم ما بریم و اونو بگیریم و بتونیم بیستیم، ما رو ازش جدا بکنه. اغلب افرادی که میبینم در ناراحتی هستن، اولین کاری که میکنن خودشون از جمع مؤمنین کنار میکشن، کلیسا نمیان، در دعا نیستن، در جمع دعا قرار نمیگیرن و خب خودشون در واقع چاقو برداشتن و شارگ روحانی خودشون دارن قطع میکنن که چقدر اشتباهه. دقیقاً. و مورد بعد موردی بود که واقعا عیسی مسیح همونطور که شما فرمودید بعد از اینکه نشون داد که چقدر این ارتباط با پدر مهمه، بعد به ما میاد میگه که حالا اطاعت. مدام در جای به جای انجیل میبینیم که پدر ارادی تو انجام شود. این به خواهش نه به خواهش من، بلکه به ارادی تو. و نشون میده که اگه واقعا من شاگرد امروز میخوام پیروزمندانه زندگی بکنم، باید از اون چیزی که فرموده واقعا اطاعت بکنم. دقیقاً و مسیح این مسئله رو نشون داد دیگه. بارها و بارها در انجیل میبینیم برمیگرده میگه که تمام تلاش من اینه که پدر رو، اراده پدر رو به جا بیارم. من حتی هیچ کاری نمی کنم، هیچ حرفی نمیزنم جز اون چه که شنیدم و دیدم. و مسیح این رو نه فقط به جمع مردم میگفت، در مقابل شاگردان داشت به اونا میگفت و به اونا نشون میداد که انجام اراده پدر چه جای مهمی در زندگی مسیح داره و اگر انجام اراده پدر در زندگی مسیح تا این حد مهم بوده که دائم اون رو جلوی چشم میذاشته، چقدر بیشتر برای ما که باید به اونهایی که شاگردسازی میکنیم نشون بدیم که اولویت ما در زندگی این هستش که اراده پدر در زندگی ما جامعه عمل بپوشه، نه اینکه من خودم اراده خودم رو داشته باشم، هر جوری که خودم میخوام زندگی بکنم و بعد در مقابل اونها یک جور دیگه وانمود بکنم. و خیلی جالبه، مسیح اراده پدر رو تا آخر انجام داد. حتی در باغ جتسیمانی وقتی که برمیگرده و در اون استراپی که داره مطرح میکنه که اگر ممکنه این پیاله از من بگذره، میگه ولی به خواهش من نه، آنچه که اراده تو هستش. و پولس چقدر قشنگ این رو مطرح میکنه در فصل 2 فیلیپیان که میگه که او خودش رو مطیع کرد. تا به چه حد مطیع کرد؟ تا به حد مرگ در روی صلیب، که مرگ چیزی نبود، مرگی همراه با ننگ و عار و خفت بود، یعنی خفتش بیشتر از درد صلیبش بود. برای همینم ما در شاگردسازیمون بله، نه فقط باید مطمئن بشیم که طرف در رابطه دو طرفه با خدا قرار داره، باید در زندگی خودمون نشون بدیم که انجام اراده پدر، انجام آنچه که عیسی طلبیده مهمترینه و نه فقط برای من بلکه برای اون شاگردی که داره از من نمونه برمیداره، برای او هم مهمه. این اون 4 عنصری هستش که لااقل به شکل بارز ما در مدلی که عیسی مسیح برای شاگردسازی داره در انجیل لوقا لااقل ما اون رو شاهد هستیم. دقیقاً. پس برای عزیزانی که یادداشت میکنن خیلی سریع بگم اون ایجاد رابطه چقدر مهمه در شاگردسازی، که واقعا اون مشارکت ما بسیار بسیار مهمه در کلیساها و اونم شاگردسازی هدفمند که هدف اون رشد شاگرد هست و مورد بعد دعا و رابطه با پدر هست که واقعا خود ما هم باید الگو باشیم برای شاگردان و در مورد 4 اطاعت از رابطه پدر. کاملا شما قشنگ این رو دیگه خلاصش کردید و من فکر می‌کنم که عزیزان ما قشنگ نوت برداشتن در این زمینه. بله.
خب مورد بعدی دوست دارید که در مورد گفتید که میخواین 2 آیه رو مطرح بکنید در مورد تعلیم عیسی کلا مسیح. می‌خواستم بگم که بله مسیح در مورد حالا ما که مدلش رو دیدیم، حالا دیدیم که فرق شاگردسازی مسیح با دیگر اساتید چی هستش. حالا میخوایم ببینیم خود مسیح در مورد شاگردی خودش چی گفت که و این خودش واقعا همون مسئله رو مطرح میکنه که اول صحبتمون گفتیم که اگر شاگردی تا این حد زحمت داره انگاری که من دارم نجات، نه، ربطی به نجات نداره. ما نجات پیدا میکنیم که بتونیم یک چنین افرادی باشیم که کلا گفتم از باب 9 انجیل لوقا به بعد ما کلا با شاگرد و اینکه چه چیزی طلبیده میشه سر و کار داریم، ولی در 3 متن مشخص مسیح میبینیم که انگشت میذاره. 2 تا از اون متنا در انجیل لوقا فصل 9 و سومی در انجیل لوقا فصل 14 که اون به اصطلاح فصل 2 متن اولی خیلی معروف هستن. همه ما بارها در موعظه‌هامون ازش استفاده میکنیم که باب 9 آیه اگه به 23 میخواید اینو از اون چیز بخونید. برای شما دوستان میخونم از باب 9 انجیل لوقا آیات 23 تا 27. پس به همه گفت اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند میباید نفس خود را انکار نموده صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند. زیرا هر که بخواهد جان خود را خلاصی دهد آن را هلاک سازد و هر کس جان خود را به جهت من تلف کرد آن را نجات خواهد داد. زیرا انسان را چه فایده دارد که تمام جهان را ببرد و نفس خود را برباد دهد یا به آن زیان رساند. زیرا هر که از من و کلام من عار دارد پسر انسان نیز وقتی که در جلال خود و جلال پدر و ملائکه مقدس آید از او عار خواهد داشت. و در آیه آخر می‌فرماید لیکن هر آینه به شما میگویم که بعضی از حاضرین در اینجا هستند که تا ملکوت خدا را نبینند ذائقه موت را نخواهند چشید. بله، این در رابطه با اون قسمت اولشه که مسیح وقتی که دعوت میکنه برای شاگردی، خب در این دعوت عناصری هستش که شاید برای ما زیاد الان در قرن 21 آشنا نباشه، ولی برای اونهایی که اینو داشتن میشنیدن یک تصویر آشنایی بود و بهتون گفتم مسیح با این تصویر در واقع هر کسی رو که میخواست شاگرد بشه اصلا میزد تو ذوقش که ببینه که بهایی که قراره بده چی هستش. مسیح داره مطرح میکنه، میگه میدونی چیه؟ اولین چیزی که هستش اینه که باید خودتو انکار کنی. چیزی که انسان ها دائم به دنبال این هستن که منیت خودشونو بکرچه. مسیح میگه یک، خودتو باید انکار کنی اگه میخوای شاگرد من باشی. دومین چیزی که شاگردی من از تو میطلبه اینه که صلیب خودت رو باید بر دوش بگیری به هر روزه. و صلیب بر دوش گرفتن اون موقع رسم بر این بود. در رومی ها این مرگ بر روی صلیب رو دیگه واقعا در همه جا شایع کرده بودن و بدتر از اون که اگر کسی رو میخواستن ببرن مصلوبش کنن، صلیب خودش رو میگفتن حمالشو خودت بکن. و اون بیچاره، اون که قرار بود بمیره، حالا باید رنج صلیب رو هم میکشید تا اونجایی که قرار بود مصلوب بیه. و مردم تو کوچه و بازار با این تصویر آشنا بودن. وقتی که میدیدن که یکی داره صلیبش رو اینجوری، میدونستن که آقا جان دیگه تموم کار این بابا دیگه میره برای مصلوب شدن و مرگ. حالا فقط هر مرگی هم نبود. مرگ روی صلیب مرگ خفتبار بود. انسان ها میگفتن آقا ما رو 10 مرتبه از بالای کوه پرت کن پایین، ولی صلیب ننگ بود. صلیب یه حرف خیلی زشت بود. حتی خود کلمه صلیب زشت بود. شما در جاهایی که افراد اصیل و مؤدب نشستن، شما نمیتونید حتی واژه صلیب رو به دهن بیاری، برای اینکه طرف رو آویزون میکردن دیگه. تمام زیر و بالا و همه چیزش مشخص در اون ننگ و آر. در واقع ننگ و آر صلیب بدتر بود. و وقتی که به این ترتیب میگفت که تو باید ورداری، یعنی اینکه اگه میخوای شاگرد من باشی تو باید حاضر باشی که نه فقط خود رو انکار کنی، بلکه اینها رو هم باید چیکار کنی؟ تحمل کنی. و بعد در انتها متنی که خوندی داره اینو میگه، تازه میگه که تو باید به وجود من افتخار کنی. بله. اینه که ما از همون اول داریم میبینیم که شاگردی مسیح یعنی جفا. چیزی که
من فکر میکنم که مسیحیت امروز ما مخصوصا در غرب باهاش بیگانه است. همش فکر میکنیم که آقا صلیب یک پیام پراسپریتی داره، پیامی داره که کامیاب خواهی شد، یا اسم مسیح مثل ورد سسامی باز شد در نام عیسی مسیح همه چی. نه، این حرفا نیست. شاگرد عیسی مسیح در همون کتاب بهای شاگردی بونهوفر نوشته شده، چقدر هم قشنگ میگه که آقا جان چیزی به اسم فیض ارزان وجود نداره. فیضه و به قیمت بهاگرانی خریداری شده و فردی که این فیض رو دریافت میکنه، این شخص در واقع داره تعهد میکنه که این فیض رو زندگی کنه و این فیض از هر جایی که استاد از اونجا رد شد تو رو هم از اونجا خواهد گذرانید. مسیح خودش گفت که این بلاها رو به سر من آوردند و به سر شما هم همین رو خواهند آورد. بنابر این از الان دارم بهتون میگم. پس این تئولوژی جفا یک عنصر جدا نشدنی از مسیحیت و مسیحیت ایمانی هستش که اتفاقا یعنی جفا بهش قوت میده، خونشه. من جای جمهوری اسلامی باشم، اگر میخوام که مسیحیت رو در ایران از بین ببرم و جلوی رشد کلیسای خانگی رو بگیرم، آقا جان آزادش میذارم. برای اینکه هر چقدر بیشتر جفا بیاد هیچ چیز نمیتونه، توپ تانک مسلسل به قول معروف اثر نخواهد داشت. برای اینکه عنصر جفا در بطن الهیات مسیحیت هست و داره مسیح خودش میگه شاگرد من، اگه میخوای شاگرد من باشی باید بدونی که به این شکله هر روز تو رو مصلوبت خواهند کرد، هر روز منیت تو زیر پا خواهد گذاشت، هر روز غرورت خواهد شکست و تازه باید در مقابل جمع این که شاگرد من هستی نه فقط اقرار کنی بلکه باید افتخار کنی. پتروسی رو که با حرف یه زن، یه کنیز، حالا زن گفتم منظورم زن کنیزه که از لحاظ بازوی قوتی چیزی نداره، این پتروس که در مقابل اون جا زد، خب وقتی که گرفتنش و میخواستن که بکشنش و مصلوب، گفت نه من لیاقت ندارم که مثل آقایم منو مصلوب کنید. گفتم بعد چیکار کنیم؟ هر کار میخواید بکنید. اونا هم گفت خب حالا که اینجوری بکش. سرته پتروس رو مصلوبش کردن. داستان به این شکله. اقرار ما در مقابل دنیایی که داره ما رو نگاه میکنه. این مسئله خیلی مهمه. ما چند مدت پیش جلسه کنفرانس جوانان داشتیم و یکی از دو موضوعی که اونجا صحبت کردیم، موضوع اول که در رابطه با پیروزی بر پورنوگرافی بود و موضوع دومی که در جامعه‌ای که داره ما رو نگاه میکنه چطور ما شاهدین باشیم برای عیسی مسیح. خب در این جامعه از چپ و راست همینطور داره جفا میاد. حالا خیلی‌ها فکر میکنن که اگه همرنگ با جامعه بشند بیشتر برای مسیح باعث افتخار خواهد بود، در حالی که آنچه که ما در انجیل متی فصل 5 تا 7 در زمینه سیرت شخص مسیحی میبینیم، دائم در اونجا یک کلمه به چشم میخوره: آقا متفاوت باشید. ما با متفاوت بودنمون هستش که میتونیم مثل نور، مثل نمک عمل کنیم در این دنیا. بنابراین اگه میخوایم نور و نمک باشیم جفا توش خواه ناخواه هستش و وقتی که یک نفر دعوت میشه به شاگردی، دعوت میشه نور و نمک باشه، دعوت میشه که جفا رو با خوشحالی بپذیره. آنچه که مسیح در مورد شاگردسازی در تعلیم میده اینه و شاگردانی هم که ما داریم تعلیم میدیم قاعدتا باید اینها رو تعلیم بدیم که با تئولوژی جفا در زندگی مسیحی به هر شکل و به هر نحوش آشنا باشن و صرفا زندگی رو با سازش و با این تئولوژی های کامیابی و فلان و بهمان سعی نکنن که خودگوزنی بکنن. اگر در ایمان کسی عنصر جفا وجود نداره در ایمانش مشکل خواهد داشت، برای اینکه پولس به تیموتائوس میگه که هر کس که در دینداری میخواهد زندگی کند عذاب خواهد کشید. نمیگه در ایران، نمیگه در آمریکا، نمیگه در انگلیس، هر جا که باشیم. چرا؟ برای اینکه در دنیایی داریم زندگی میکنیم که نسبت به استاد ما بی‌وفا بود و خشن. پس چقدر بیشتر
نسبت به ما. بله، پس حقیقت ها رو واقعا نباید کتمان کرد و از همون ابتدا، مخصوصا چون من خیلی میشنیدم برادر فریدون عزیز، عزیزانی که میومدن وارد کلیسا میشدن، معمولا شاید بعضی موقع عزیزان اینو بهشون میگن که بیای مسیحی بشی همه چی خوب میشه، آروم میشه، همیشه شفاست، همیشه آرامش هست. در صورتی وقتی کلام رو میخونیم مسیح صراحتا میگه اگر بر چوب تر این کارو کردن وای به حال چوب خوش. پس دقیقاً واقعا باید این راستی رو و حقیقت گفتن رو در این خدمتمون در نظر داشته باشیم. 100% و باید نشون بدیم. میدونید این نیستش که مینی جوب خوبه برای دختر همسایه. خب فردی که من دارم شاگردش میکنم باید زندگی من نگاه کنه، بگی خب جناب آقای فریدون، شما که داری این حرفو میزنی، عنصر جفایی که تو در زندگی به خاطر پیروی از مسیح داری چیه؟ بله. خب خیلی‌ها دارن مطرح میکنن آقا شما رفتید تو انگلیس و آمریکا نشستید، پاتون رو دراز کردید، میاد تو تلویزیون هی میگید لنگش کن لنگش کن لنگش کن. آخه فکر ما بدبختم تو ایران بکنید و حرفشون درسته. اونا که نمیبینن که ما در این جامعه چه مشکلات داریم. من اغلب برمیگردم به این افراد میگم آقا شما اونجا دشمنتون مشخصه. ولی در جامعه غرب دشمن ما مشخص نیست. دشمن ما ممکنه که در اتاق خواب ما باشه، دشمن ما ممکنه در پهلومون باشه. اینه که هر کسی میخواد که به دینداری زندگی کنه عذاب خواهد کشید، در این هیچ شکی نیست. مهم نیست کجای دنیا باشه و این عنصر رو باید مردم در زندگی خودشون، مخصوصا اونایی که شاگرد میکنیم، باید اینو درک کرده باشه تا بتونه در دنیای تاریکی که توش زندگی میکنه مثل نور عمل کنه، در دنیایی که در فساد غرقه مثل نمک عمل کنه. آمین. خدا رو شکر، خدا برکتتون بده و واقعا چقدر مهمه دوستان. پس واقعا تشویقتون میکنیم روی این مطالب وقت بذاریم، بهشون فکر کنیم، مخصوصا شما عزیزانی که معلمین هستین و شما عزیزانی که در دروس شاگردسازی دارید رشد میکنید. واقعا به این مسئله فکر کنیم که اگر من امروز این نام عزیز رو، یعنی نام عیسی مسیح رو و مسیحیت رو بر خودم دارم، تصمیم بگیرم امروز واقعا با قوت خدا الگو باشم برای عزیزانی که تو زندگی من هستن و من رو میبینن، عزیزانی که یا شاگرد من هستن یا همسایه من هستن، هنوز حتی به مسیحی ما نیاوردن. اگه میخوایم این رو عملا نشون بدیم، واقعا سعی کنیم الگو باشیم و بدونیم که درسته که سختی ها هست اما واقعا فیض خدا هم هست. پس اینطور واقعا تحمل این سختی ها برای ما آسون میشه و یک کلام میخوام بگم، اگر عاشق او باشیم میتونیم این بهای شاگردی رو بپردازیم، چون واقعا برادر عزیزم من فکر میکنم که این عشق به خداست که ما رو جلو میبره و واقعا شکر برای وجودتون. این تعالیم عالی. اگه موافق باشین بریم و به فیض خدا هفته آینده دوباره این مطالب رو ادامه بدیم و مرسی واقعا برای این تعالیم خوب. خدا برکتتون بده و دعا میکنم دوستان عزیز که این درس ها واقعا باعث برکت برای شما باشه و تشویقتون میکنم که این دروس رو با ما دنبال بکنید. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم تا هفته آینده. خدا نگهدار. وقتتون بخیر.